بانوی اول کشور رولا بیبی گلغنی بعد از انتخابات سال 1393 مطابق 2014 میلادی تصمیم گرفتند تا از چهاردیواری ارگ پا فراتر گذاشته و به خاطر رسیدگی به خواسته ها و دردهای مردم افغانستان دفتری را ایجاد نمایند و با گروه کوچکی از مشاورین و همکاران اداری توانستند با مردم افغانستان ارتباط برقرار نمایند. این دفتر کدام صلاحیت اجرایی و بودجه اجرایی ندارد. بنابراین هیچ نوع پروژه و برنامه خاص اقتصادی تحت نظر ایشان پیش برده نمی شود. به طور مثال برخلاف ادعای رسانه‌ها شخص بانوی اول دفترشان هیچ نوع نقش در مدیریت، تنظیم و مسائل پولی پروژه پروموت ندارند. این دفتر در سال 1393 به اساس سیاست دروازه باز و 3 اصل مهم گوش کردن، سهولت حل کردن و پشتیبانی کردن کارش را آغاز نمود. بانوی نخست کشور شنونده خوبی هستند و نظر به سیاست دروازه باز در طی 5 سال گذشته از آن تن از شهروندان ما از اقشار مختلف جامعه و از تمامی اطراف و اکناف کشور به ملاقات خانم اول آمده و عرفها و مشکلاتشان را با وی شریک ساختند و توانستند تا راه حل برای مشکلات خویش دریافت نمایند. بانوی اول کشور به نسل جوان افغانستان باور و اطمینان کامل دارد، زیرا آنها آینده سازان کشور هستند. بانوی اول کشور درست زمانی که با رئیس جمهور غنی ازدواج کردند، در جامعه افغانستان شاهد احترام به زنان بودند. بعد از برگشت به وطن از دیدن وضعیت زنان پس از چند دهه جنگ و ویرانی متأثر شدند و آرزو داشتند تا برای احیای دوباره احترام به زنان افغانستان کاری انجام دهند. بنابراین در نشست‌های داخلی و خارجی از موقف زنان دفاع نموده و باعث شد تا دیدگاه مثبت در مورد زنان افغان گسترش یابد. بانوی اول کشور معتقد هستند که گردهمآوری مردم زیر یک چتر می‌تواند زمینه خوب را برای شبکه‌سازی و ترویج فرهنگ گفتگو و تبادل نظر ایجاد نماید که با در نظر داشته امین موضوع دفتر بانوی اول توانسته است تا با براندازی 3 سمپوزیوم هر سال 300 زن از نقاط دوردست کشور را دور هم جمع نموده و روی موضوعات مرتبط در سمپوزیوم های توانمندی زنان سال 1395، زنان افغان پیام‌آوران صلح سال 1396 و شهروندان مسئول سال 1397 بحث و تبادل نظر نمودند. بر علاوه این دفتر توانسته است زمینه بحث و گفتگو را برای گروه‌های مختلف از معلمین مکاتب، زنان اردوی ملی و پلیس ملی، قابله‌ها، دکتران نسایی ولادی، شوراهای مردمی، محصلین دانشگاه‌ها، زنان شورای عالی صلح، زنان تجارت پیشه، شعرا، نویسندگان، هنرمندان و جوانان رضاکار مهیا سازند. همچنان زنان از اقشار مختلف توانستند که در مناظره و مناسبت روز زن 8 مارچ 2018 سوالات و پیشنهاداتشان را مستقیما در حضورداشت رئیس جمهور و بانوی اول کشور مطرح سازند. دفتر بانوی اول کشور نهادهای ذی‌ربط چون وزارت‌های صحت عامه، کار و امور اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر را تشویق نمود تا بنیاد مجادله علیه سرطان افغانستان مرکز 1500 بستر برای تداوی معتادین مرد، مرکز 150 بستر برای تداوی معتادین زن ایجاد گردد. همچنان شورای عالی اقتصادی را تشویق نمودند تا یک اتاق تجارت برای زنان افغان ایجاد نماید. این دفتر با داشتن عضویت کمیسیون‌های زنان زندانی و پرورشگاه‌ها توانستند که تأثیرات مثبت در زندگی زنان زندانی و اطفال پرورشگاه‌ها به وجود بیاورد و با برقراری ارتباط عده‌ای از زنان عودت کننده با ادارات ذی‌ربط توانستند در ایجاد مکتب برای اطفال عودت کننده همکاری کنند. همچنان نظر به علاقه خاص بانوی اول به فعالیت‌های هنری دروازه ارگ را بر روی فرهنگیان باز نموده و از اهل هنر و فرهنگ تقدیر و تحسین صورت گرفته است. همین گونه دفتر بانوی نخست توانسته است تا جشن‌های ملی چون اعیاد و نوروز را با اطفال پرورشگاه‌ها و قشر آسیب پذیر جامعه تحت یک سقف برگزار نماید. از این که مردم افغانستان دیگر از جنگ و ناامنی ها خسته شده اند، بناهن سمپوزیوم سال 1397 تحت عنوان زنان افغان پیام‌آوران صلح برگزار گردید.
و بیشتر روی اهمیت صلح اجتماعی و چگونگی حل منازعات روزمره و احیای فرهنگ احترام متقابل بین اعضای خانواده و جامعه بحث‌هایی صورت گرفت. به همین ترتیب سال 1397 در هماهنگی و همکاری مستقیم شورای عالی صلح، وزارت امور زنان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، شبکه زنان افغان و جامعه مدنی، دفتر بانوی اول توانست برنامه‌ای را تحت عنوان اجماع ملی زنان افغانستان برای صلح در 34 ولایت کشور برگزار نماید. و همین بود که نظریات زنان افغان در مورد صلح از سراسر کشور طی یک اعلامیه 15 ماده‌ای تهیه و ترتیب گردید و با حضور داشت جلالت باب رئیس جمهور، بانوی اول، نمایندگان نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی و اشتراک 3500 زن به تاریخ 9 اوت 1397 مطابق 28 فوریه 2019 در خیمه لوی جرگه به خوانش گرفته شد که آتش بس عمومی و قطع فوری جنگ از ماده‌های مهم این اعلامیه بود. امروز قربانیان خط اول جنگ زنان هستند و این زنان خواهند بود تا پیام صلح و آرامش را به جامعه به ارمغان بیاورند و حضور بانوی اول کشور نه تنها باعث بلند بردن اعتماد به نفس زنان شده است، بلکه توانسته است که مهربانی، احترام متقابل میان زن و مرد و اعتماد به نفس را در میان همه اقشار جامعه احیا نماید. در این وضعیتی که همه ما از اثر شیوع ویروس کرونا در قرنطین به سر میبریم و امکان ملاقات مستقیم کم می باشد، بانوی اول کشور میخواهد با استفاده از تکنولوژی جدید با هموطنان عزیز ما در ارتباط باشد و تا حد امکان به مشکلاتشان رسیدگی صورت گیرد.